عزیز، دوستان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، دوستان دوستان عزیزی که از شهرهای گوناگون آلمان، از ژنو و از شهرهای دیگه به من منت گذاشتند و امروز در این مراسم حضور دارند. دوست من که مثل کوهی استوار پس از سالها زندان در برین، محمد صدیق کبودبند، رئیس حقوق بشر کردستان که تنها گناهش اینه که فعال حقوق بشره، از داخل زندان برای من پیام فرستاده و تمام شما عزیزانی که بر من منت گذاشتید و با شرکتتون در مراسم امروز و این فرصت رو من دادید که چند کلمه خدمتتون عرض کنم. بذارید که از یه خاطره بگم، خاطره ای که در یکی از سخت‌ترین و شاید سخت‌ترین دوران زندگی من دارم و اون سال 60 و میگم چرا دوران سختی شد. روزهاییست که من به طور کامل در تهران مخفی هستم به خاطر اینکه به طور رسمی و غیر رسمی گفتن که اگر دستگیر بشن حکم تیر دارن و حتی ممکنه که پام به زندان هم نرسه. روزهایی که هر روز در مخفیگاه که روزنامه کیهان به دست من میرسید، من موقع 40 سال از عمرم میرم، ولی به قدری ارتعاش داشتم که وقتی روزنامه رو باز میکردم دستم میرسید. چرا؟ به خاطر اینکه هر روز 80 تا 100 تا اسم کسانی که اعدام کرده بودن تو روزنامه ها می آوردن و فاجعه این بود که بیشتر کسان رو من میشناختم. بچه‌هایی بودن که در سالهای 56 57 میدونید، اونایی که نمیدونید بدونید، از وقتی که آموزگار نخست‌وزیر شد در 56 با شعار باز کردن فضای سیاسی، یکی از تحولاتی که ما سالها در انتظارش بودیم و اتفاق افتاد این بود که یه تعدادی از پرونده‌های سیاسی که تا اون موقع تمام پرونده‌های سیاسی از دیتای در شمولات به بعد به دادرسی ارتش شد و در دادگاه‌های نظامی ما وکلای دادگستری حق دفاع نداشتیم، ولی اون زمان تصمیم گرفته بودن که یه تعداد از این پرونده ها رو به دادگستری بفرستن و تمام پرونده دانشجویانی بود که در جریان تظاهرات سال 56 و 57 دستگیر شدن و عجیب بود که بیشتر این پرونده رو به دادگاه جنایی می‌فرستادن و شیرین عبادی که اون موقع هم قاضی بود میدونه که خوبی دادگاه جنایی بود که سالن دادگاه جنایی بزرگ بود، مثل این سالن که درش هستیم و محاکمه ها علنی، برای ما فرصتی بود برای دفاع از اونها و به معنای دیگر رسوندن پیام و صحبتامون به مردم ایران و در تمام ایران. و بارها من دیده بودم به خصوص در شهرستان ها که سالن دادگاه کوتاه بود، اینقدر تقاضا زیاد بود که دادگستری ها مجبور بودن در بیرون دادگستری بلندگو می‌ذاشتن و مدافعات ما اونجا پخش و بیشتر این بچه‌ها رو نمی‌شد. بچه‌هایی بود که به 3 ماه 4 ماه 6 ماه محکوم شده بودن و آزاد شده بودن و 2 سال بعد اعدام. من در یه همچین جهت من دیدم و به خصوص یکی از اتفاقات دیگه که در اون فاصله افتاد، موکلی این ازش دفاع کرده بودم در دادگاه انقلاب و به عنوان اولین وکیلی که در دادگاه انقلاب دفاع کرده بود و به بیگناهیش هیچ تعدیلی نداشتم، هرچند که هیچ گونه سنخیتی از نظر فکری و ایدئولوژی با اون نداشتم، مثل تمام کسانی که در رژیم گذشته وکیلشون بودن، از بهازین حزب توده‌ای بگیرید تا آیت الله طالقانی رهبر مصر. ما متاسفانه موقعی که من زندان بودم با وجود اینکه به 15 سال حبس محکوم شده بود و از ماه اردیبهشت 58 در زندان بود، در همون روزها در روزنامه خوندم که اون رو هم 2 مرتبه در زندان اوین به اصطلاح محاکمه کردن و اعدام. خب در یه همچین جدی من
زندگی میکنن، بنابراین فوق العاده از نظر روحی و جسمی بعضا خرابه، به صورتی که وقتی که در آخر سال 60 بالاخره از ایران خارج شدن به فرانسه اومدن سخت بیمار بودن، هم از نظر جسمی و هم از روحی. برای که تصویری از خودم بگم، از این جثه‌ای که الان می‌بینید 10 کیلو لاغرتر بود. میتونید تصور بکنید که چه برنامه گذاشته بود. و دوستانی که از ایران منو میشناسن که تعدادشون هم هستن الان میشناختن، یعنی از روزگار جوانی و جمله شیرین عبادی عزیز، یادشون هستش که من یه رفیق جدا ناشدنی داشتم به اسم پیپ و این پیپ در تمام روزها ساعت‌هایی که من توی دفتر وکالتم بودم از دهن من پایین نمیومد. به خاطر همین بیشتر عکسایی که در دوره انقلاب شاید توی بعضی جاها نگاه بکنید و به خصوص آرشیویی که دوست عزیزم مریم زندی از من تهیه کرده، خیلی از این عکس‌ها با پیپه. ولی اون روزهایی که من اون 10 ماهی که من مخفی بودم، تو فکر می‌کردم یکی از شکنجه‌هایی هم که می‌تونن در زندان بدن شکنجه پیپه، این بود که من پیپ رو قطع کرده بودم. ولی به مجردی که به استانبول رسیدم، اولی و تنها خرید کردم یک پیپ و یک دسته توتون. و خب به همین صورت هم وارد پاریس شدم و این رفیق جدا ناپذیر و جدا ناشدنی دو مرتبه پیدا کردم، ولی چون سر و کارم افتاد با یک دکتری که خب خیلی هم نگران بود از اولسر و زخم معده‌ای که من داشتم و دائم ماه من میدید، یه روز به من گفتش که شما چند تا پیپ میکشید؟ گفتم 4-5 تا بیشتر نمیکشم، به خاطر اینکه دیگه الان به اون صورت بودجه ندارم که مثل ایران 2 روز یه بار بسته پیپ بکشم. گفت 4-5 تا کم نیستش، تا 4-5 تا پیپ فقط یه پاکت سیگاره. گفتم مگه این ارتباطی با ناراحتی معده من داره؟ گفت حتما. گفتم خب دیگه نمیکشم. یه نگاه به من سر کرد به زبان فرانسه گفت اونورا، یعنی خواهیم. خب من به دفترش بیرون ماه بعد رفتم با 2 مرتبه معاینه کرد و یه نگاه دوا داد. گفتش خب از پیپ چه خبر؟ گفتم کدوم پیپ؟ گفت یعنی یه ماه اصلا نکشیدی؟ گفتم نه. باز ماه دیگه 3-4 ماهی گذشت، هر ماه که من میرفتم همین سوال از من میگه، ولی گفتم کدوم پیپ؟ و این روز دیدم بود چند به من ترجمه میکنم این حرفی شد، خودش که فوتم کرده. گفت تو این مقدار مزوشیست نیستی؟ نگفت یه نقدار، گفت تو کمی مزوشیست نیستی؟ گفتم چرا میگی کمی؟ آدمی که در ایران صحبت حقوق بشر بکنه خیلی مزوشیست. و الان که چون این عنوان رو هم من انتخاب نکردم 50 سال، این عنوان رو دوستان خودشون انتخاب کردن و واقعی قضیه نیست که این رگه های این مزوشیسم و نقطه این مزوشیسم که 60 سال قبل برمیگرده، نه به 50 سال. اون روزایی که کویتا 28 مرداد اتفاق افتاده برای من فاجعه است. هنوز هم بعد از 60 سال صدای بمباران خونه مصدق که در فاصله 400-500 متری خونه پدری من بود در گوش من هست. و چند ماه بعد، اون موقع تلویزیون نبود، از رادیو هم پخش نمی‌شد، ولی خونه ما مجله زیاد می‌اومد، مجله خواندنی‌ها، مجله تهران مصور، مجله روشنفکر و این مجله‌ها کمابیش جریان دادگاه رو می‌نوشتن. و من وقتی که عکس مصدق رو با همون پالتوی برکی که داشت تنش بود، مثل که دیروز بود، برای اولین بار دیدم مصدق یه دادگاهی است که رئیس دادگاه و اون چیزی که ما میگفتیم مستشار، دیدیم اینا همه ژنرال هم، ارتشی هست. و از همه عجیب‌تر دیدم مصدق هم وسط 2 تا سرهنگ نشسته با لباس نظامی. و اونجا میشن مصدق و وکلای مدافع مصدق. ما رو چرا اولا نخست وزیر سیویل رو چرا می‌برن به دادگاه نظامی؟
دسته در 12 سالگی این سوال 12 سالگی 13 سالگی این سوال از خودم میکنم. بچه دادگاه نظامی بعد وکیل نظامی یعنی چی؟ و به قدر این مسئله در من اثر کرد گفتم من یک هدف دارم و اینکه حقوق بخونم و وکیل دادگستری بشم. من این 50 سال نشستم. و یک مخالف جدی هم داشتم اونم پدرم. و میدونید که در خانواده‌های سنتی بخصوص وقتی یه پسرم باشه تصمیم رو اون پسر نمیگیره، تصمیم براش میگیرن و تصمیم رو سالها پدرم برای من گرفته. حالا من چه کردم که دونستم به اون هدف برسم؟ اون یه ماجرای دیگه. یه وقتی من فرصتی پیدا کردم و خاطره رو نوشتم راجع به اون روزگار و اون اوایل من خواهم نوشت. ولی 10 سال بعد که مبدأ تاریخی است که حمیدو دوستاش برای من پیدا کردن، وقتی بود که من از آخرین زندانم در فیلپان پیر 42 آزاد برخط شده بودم. یادم که هنوز موهام بلند نشده بود به خاطر اینکه قبلا چند تا از دوستانی که اون موقع با هم زندان بودیم به خصوص یکیشون که اون گوشه نشسته می‌بینم. حالا زیاد نگاش نکنید نخواد ببینید چیه. بعد از 15 خرداد شرایط زندان ها بعد تو بود بعد دیگه زندانیان سیاسی هم سرشون رو ماشین می‌گردن و چه ماشینی دیگه از من نپرسید. برای اولین بار ما رو مفتخر کردن به اینکه لباس زندان ها می‌پوشیم. ولی خوشبختانه اون زندان آخر من زیاد طول نکشید چون قبل از اون چند ماهی بود زندان بودم و یادمه که من وقتی رفتم به دفتر وکالت بین‌المللی توی تهران چرا رفتم به بین‌المللی برای اینکه خب من اون موقع هنوز دانشجو دکترا بودم و نظر سنی هم در یه جامعه بزرگ‌ها در سن می‌دونید چی می‌خوام 22 سالگی نمی‌شد وقتی دادگستری شد برای این مدت من کار می‌کردم و باز یکی از اون برنامه‌هایی هم که از سن 12-13 سالگی برای معرفی بودن این بود که در کنار زبان مادری و زبان عربی یه زبان خارجی هم خوب بدونم و اونم زبان فرانسه بشه. بنابراین تو دفتر من مشغول کار شدم و خیلی زود فهمیدم که اون هدفی که من 10 سال پیش برای خودم تنظیم کردم به راحتی به اون هدف نمی‌رسم. برای اینکه من پروانه وکالتم بگیرم پروانه نمیتونم از مصدق و امثال مصدقی که سر کارشون به دادگاه نظامی میفته دفاع کنم. من میتونم وکیل هر متهم عادی باشم ولی وکیل متهم سیاسی نمیتونم بشم. برای اینکه بعد توی تاریخ سرچشمه داد و به خصوص بعد از تصویب قانون تشکیل سازمان امنیت سال 35 تمام این پرونده ها میرن به دادرسی ارتش و ما وکلای غیر نظامی حق دفاع در دادگاه نظامی نداشتیم. برای اولین چیزی که برای من مطرح بود از همون زمانی بود که ساختار این کار وکلا باید عوض بشه. یعنی میخوام بگم که فعالیت در حقوق بشر چیزای خیلی الان یه خانم دیگه از من پرسید که حالا اگر یه انقلاب دیگه شد یا این رژیم سقوط کرد تو چی کار میکنی؟ میخوام بگم که هدف مدافع حقوق بشر ثابت کردن یه حکومت نیست. براندازی حالا یا نرم شد یا غیر نرم شد این چیزا نیست. کار مدافع حقوق بشر تحول حقوقی. دید من چه توصیه‌ای به شهردار هانوور کردم؟ بگم اینا هم خیلی کار دارن. یا امروز تو مصاحبه مطبوعاتی راجع به وضع مهاجرت وضع پناهندگی که این اروپا از ما پرسید. برای همین ما گفتیم که چشامون خوب وا کنیم. تا چشام وا نشه این آدم نمیتونه ابعاد نقض حقوق بشر تو کشوری که زندگی میکنه خوب ببینه. بنابراین اون زمان شرایط بعد از سال 42 تعطیل کمونیسم بیش سراسری تمام سازمان‌های سیاسی، احزاب سیاسی، فعالیت سیاسی، بسیاری از رفقای خود ما در زندان‌ها هستند. خب هدف‌های خیلی کوچیک و ملموس
و ما شروع کردیم با تشکیل یک گروه به نام گروه وکلای پیشرو. عنوانش از لنین نگرفته بودیم، یعنی می‌خواستیم بگیم که ما وکلایی هستیم که یه مقدار جلومون هم نگاه می‌کنیم. حالا اوانگارد نیستیم ولی یه پرسپکتیوی هم داریم. این پرسپکتیو اینه که در کار وکالت فقط مسئله حالا ماشاءالله وضع وکلا خوب، وضع منم خیلی خوب بود، نمی‌خوام که فقط وضع وکلا خوب. مسئله فقط تأمین هزینه معیشت زندگی نباشه، چون بعضی شغل‌ها و بعضی حرفه‌ها یک فلسفه وجودی هم داره. برای همین بقیه من که دنبالش میدن اگر اون فلسفه وجودی از یادشون بره بقیه من دیگه نقض برست. آدم اگه وکالت نکنه، تو وکالت درسته بعد به وکلا خوبه ولی بسیار کار سخته، بسیار کار سخته. برای اینکه من برای همین من 3 تا بچه دارم، دخترم یکی 2 سال حقوق میخوند، من غمم گرفته ولی من خوشحال شدم، با اون چیزی نگفتم ولی خوشحال شدم. جدی میدونم که زندگی خانوادگی 2 گروه فوق العاده زندگی مشکلیه، وکلا و پزشکان، فوق العاده. بنابراین اگر اون فلسفه وجودی انگیزه کار وکیل نباشه و فقط بخواد که ماشین خوب کار بکنه که خوب هم کار میکنه، من تجربهش کردم. خدا میگه من بریم برم فرسونشون رو میکنم. بالاخره تو بیزنس آدم بیشتر میگیش و هی بخواد بره خدمت خانم عبادی در ایست دادگاه تعظیم بکنه، شون خیلی هم بر اخلاق بودن تو و ساعتها با وکیل طرف بوده که مثلا بیه دعوا بودن برمیده سوال بعدش چی؟ بنابراین با این هدف ما شروع کردیم بکنیم شما با 2 شعار اعاده صلاحیت خوب یادم ها 50 سال اعاده صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری. یعنی چی؟ یعنی آقا توی کشور یه دادگستری هست، نه که یه دادگستری بغلش، حالا اسمش یا دادگستری نظامی یا دادگستری انقلاب. اینو در حقوقش میگن دادگاه‌های اختصاصی و این دادگاه‌های اختصاصی نفسشون برخلاف موازین حقوق بشر، نفسشون. برای اینکه در این دادگاه‌های اختصاصی کسانی قضاوت میکنن که قاضی نیستن، بنابراین اون شرایط علمی اخلاقی که قاضی باید داشته باشه ندارن. دوم که دادگاه‌های اختصاصی وابسته به قوه قضاییه نیستن، وابسته به قوه مجریه هستن. اون بالاش می‌نویسن به نام نامی اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامه. پشت دادگاه با این شروع می‌شد. من تو دادگاه نظامی هم از شهریور 57 بعد دفاع کردم، خیلی جالب بود. اونم یه داستان دیگه‌ای داره. و اونجا فهمیدم که دفاع در دادگاه نظامی نیست. خب بنابراین به این صورت کار شد. اعاده صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری. یکی دوم که استقلال واقعی کانون وکلا. درسته اون موقع واقعا کانون وکلا مستقل بود. انتخاباتی که هر 2 سال یه بار میشد خودمون می‌کردیم. من چندین دوره عضو هیئت نظارت بودم. واقعا نه تاوات نه دولت برخلاف بعد از جمهوری هیچ دخالتی نمی‌کرد. ولی هیئت مدیره هم و غمش فقط مسائل حرفه‌ای وکلا. نه اینکه بره مثلا با وزیر دادگستری گفتگو بکنه که آقا خب شما هم یه وظیفه‌ای دارید در جهتی که کار وکلا رو از این وضعیت حزبی داره در بیارید به وضع بالاتر. یعنی یک نوع دیالوگی باشه بین وزیر دادگستری به عنوان نماینده قوه قضاییه و کانون وکلا. یعنی هیئت مدیره کانون وکلا یک وظیفه و رسالت جدیدی برای خودش داشته باشه. خب به این صورت کار ادامه پیدا کرد. حالا چند سال بعد چرا علاوه بر مسئله دفاع از حقوق بشر مطرح شد، چون این فیلم رو هم نتونست ببینید و من لازمه که این خدمتتون بگم. درست 5 سال بعد من اون موقع اون دفتری که من کار میکردم که خصوص که دیگه بعدم به اصطلاح تبدیل شده بودیم به یک دفتر حقوقی، جراید خارجی برای من زیاد می‌اومد. یعنی مجله‌های حقوقی علمی
من از طریق به قول شما رسانه‌های خبری و روزنامه‌های ایران فهمیدم که در اردیبهشت سال 47 نخستین کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران تشکیل شد. چرا سال 47؟ برای اینکه همین سال 1900 ببخشید سال قبل 1966 2 سال قبل 1345 میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده بود و مجمع عمومی سازمان ملل 10 سال تعیین کرده بود برای اینکه تمام کشورها به عضویت میثاق‌ها در بیان. یعنی چی؟ یعنی این میثاق‌ها امضا شده، ظرف این 10 سال مقدماتی فراهم بیارن در کشورهاشون در ارتباط با موازنه قوایی که هست که این میثاق‌ها در مجالس قانونگذاری اون کشورها تصویب بشه و وارد حقوق داخلی بشه. یعنی یک عهدنامه بین‌المللی میآید وارد حقوق داخلی کشور. و خب حالا 7 سال بعد در 1954 مورد تصویب مجلس ایران رسید، اون یه مسئله دیگه. ولی میخوام بگم که یکی از هدفهای این کنفرانس جهانی تهران همین بود که در ارتباط با میثاق یه همچین مأموریت بهش داده بودن و به خصوص یکی از برنامه‌های کار میثاق این بود که در حوزه وظایف و فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشر، همین NGOها، خب اونجا نقش ایفا بکنه. خب برای من خیلی خبر مهمی بود که چندی پیش از اون من از طریق همون مجله‌هایی که برام میومد فهمیده بودم که تازه یک سازمان حقوق بشری در لندن به وجود اومده به اسم امنستی اینترنشنال اصل بین‌الملل با هدف لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان افریقا. خب برای این کلمه NGO برای اولین بار به گوش من می‌خورد و برای من خیلی مهمه. خیلی من تلاش و کوشش کردم. اون موقع من وکیل چند تا سفارت بودم در تهران و از جمله سفارت فرانسه، حتی از طریق سفارت فرانسه. چرا؟ به خاطر رونی کسن که میشه گفت پدر اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، یعنی در اون هیئت 5 نفری بیشتر از همه وظیفه به عهده رونی کسن. رونی کسن هم میومد به کنفرانس. من آرزو داشتم که واقعا رونی کسن رو می‌دیدم. بنابراین متوسل شدم به سفیر فرانسه. هر چی کردن نشد. با توجه به بک‌گراند من و سابقه سوء پیشینه من در افراد ما رو به اون کنفرانس راه ندادن. به من خیلی به من وکیل دادگستری برد. تا چطور میشه کنفرانس حقوق بشر توی کشوری که وکیل دادگستری اون کشور رو هنوز از این به قول بچه‌ها چرتمون پاره شده بود که خبر رسید در ایالات متحده آمریکا که مبارز بزرگ حقوق مدنی مارتین لوتر کینگ رو ترور شد. یکی 2 ماه نشده بود. من یادم یه روز توی خیابون تخت جمشید توی کافه نشسته درست از همکارا صحبت می‌کردیم. خبر رسید که ارتش اتحاد جماهیر شوروی چکسلواکی رو اشغال کرد. خب این 3 تا عامل برای من خیلی مهم بود تو دنیای جنگ سرد. یک چیزی به اسم کنفرانس جهانی هست، یک کلمه به اسم NGO هست، سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشر. توی یک کمپ ارتلری اصطلاحاتی که این موقع گفته میشد دیگه قهرمان مبارزه حقوق مدنی رو ترور میکنن. تو کمپ سوسیالیسم فقط چون بهار پراگ هست، بهاری که پراگ رو به خاک و خون میکشن. و اون روز دیگه بند ناف من برای همیشه با چیزی به اسم سیاست و فعالیت سیاسی و به قدرت رسیدن برای همیشه قطع شد. و گفتم من همه کار خواهم کرد چون شرایط بسیار سخت بود. تعداد زندان‌ها و زندانی‌ها روز به روز بیشتر بود و از جمله یک تعدادی از رفقامون گروه جزمی معروف اون موقع در دادگاه‌های نظامی بودن. و خب من تمام کوششم این بود که یک جوری به خارج از ایران بیام و برای تماس با
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر. بیشتر از 3 سال من وقت گذاشتم ولی تا اون موقع من رو پلیس بودم، پاسپورت نداشتم و بالاخره پای من به این سازمان‌ها رسید و 5-6 سال من از هر فرصت شغلی استفاده می‌کردم برای تماس با این سازمان و تمام فعالیت‌ها اون موقع مخفی بود تا از سال 55 به بعد که فعالیت‌ها کم و بیش دیگه علنی و سال 56 با تشکیل جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر و جریان حقوق فعالیت‌ها علنی شد و مسئولیت هم بیشتر متوجه بود. و خب تا ما رسیدیم به علنی برای اینکه اگه بخوام تمام این تاریخ رو بگم 30 دقیقه وقت نخواهم داشت، نمی‌تونم 30 ساعت بتونم حرف بزنم. الان من فکر می‌کنم یه 20 دقیقه از وقت مطرح گذشته. ولی چقدر گذشته خانم؟ 15 دقیقه هم به جای کلیپتون می‌تونید صحبت 15 دقیقه می‌تونم. ما از شنیدن صحبت‌های شما سیر نمی‌شیم. و واقعا بود که این سازمان ها به وجود اومد احساس من بود که بعد از 14-15 سال یک پرسپکتیو تازه‌ای در جامعه ایران برای ما وجود اومد. به خصوص سال 56 همچنین گفتم پرونده ها به دادهای غیر نظامی اومد. این نفع جدیدی هم از توضیحات به دادگستری اومده بودن در حوزه حقوق زن تغییرات وجود اومده بود. خب ماجرا سال 57 و چیزایی که در حال تقریبا من اجتماع پذیر بود ولی متاسفانه اجتماع ناپذیر شد و اتفاقی که باز در شهریور 57 افتاد زمانی که روز بعد از روی کار اومدن دولت شریف امامی این بود که یک به دعوت وزیر دادگستری باحلی یک دعوتی که یک جلسه گذاشته شد در اتاق وزیر دادگستری، یعنی میخوام بگم جامعه مدنی داشت جا می‌گرفت. برای اولین بار حکومت دستگاه ما رو تحویل می‌گیره. خب توی اتاق رئیس دادگستری وزیر دادگستری جلسه گذاشتن و از این سازمان‌ها دعوت کردن جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر، جمعیت حقوق‌دانان ایران و کانون حقوق با حضور وزیر دادگستری، معاون وزیر دادگستری، رئیس دادرسی ارتش و دادستان ارتش ما رفتیم اونجا برای گفتگو و ما فقط 2 خواسته داشتیم. اول آزادی تمام زندانیان سیاسی و دوم بازگشت به همون حرف 15 سال قبل، این که وکلای دادگستری بتوانند در دادگاه نظامی دفاع راجع به موضوع دوم فوری توافق شد. فردای اون روز یه بخشنامه وزیر دادگستری داد که از این به بعد وکلای دادگستری میتونن در دادگاه نظامی دفاع کنن. راجع به مسئله دوم که البته آزادی ها از سال 50 از اوایل سال 56 شروع شده بود. مرتب کمیسیون هایی بود در دفتر نخست وزیری که غیر از دوران ازهاری که ما به خاطر شرایط سخت عدم امنیت حضور پیدا نمی‌کردیم برای رسیدگی به وضع آخرین لیست‌های زندانی. ولی در از فاصله 6-7 شهریور تا 2 روز قبل از انقلاب کار دیگه اینا شروع شد و اون شرکت در دادگاه نظامی. خیلی هم جالب بود. من تنها وکیلی بودم، هیچ اصلا موکلا هم نمیشناختم. همینطور اختیاریه به این صورت چون تو روزنامه‌ها نوشته بودن تمام کسانی که در دادرسی ارتش زندانی بودن بدون اینکه من با من حتی صحبت کنم می‌نوشتم وکیل ما لایکی و دسته برای من اختیاریه میومد به دفترم. تو اون روزایی که مخفی مطلق نبودن مثل زمان ازهاری ما میرفتیم دادرسی ارتش و اونجا برای اولین بار من موکلم رو دیدم و پرونده و اونجا فهمیدم که دادگاه نظامی چه مقوله است. این دادگاه نظامی نبود، سازمان امنیت. در یه سالن به این وسعت هم فقط 2-3 نفر نشسته بودن با لباس شخصی به عنوان تماشاچی که اونم ماموران ساواک و دادگاه مسئله یک دوربین‌های مداربسته
به اتاق رئیس دادرسی ارتش پخش می‌شد. توی روز من عنوان اطلاع رفتم اتاق دادرسی، رئیس دادرسی داره نگاه می‌کنه. حالا اینم یه باز خاطره است از اون دوره. اما رسیدیم به مقطع انقلاب. یکی از مشکلاتی که ما در جریان تشکیل جمعیت حقوق بشر داشتیم اینه که به قول فرانسوی‌ها دوستان ما، یعنی دو سه دوستی که ما باشون صحبت کرده بودن، پوست خرس رو زود فروختن. فرانسوی اینجوری میگن. یعنی این که رفتن با یک در رهبران سیاسی هم صحبت کردن و ما رو به خودمون اومدیم دیدیم که اون اعلامیه‌ای که ما رو تشکیل جمعیت حقوق بشر داده بودیم بیشتر امضاش رجال سیاسی هست. خب اون موقع ما جوان هم بودیم، بنابراین خب دیگه سخت بود که مثلا با آقای مهندس بازرگان یا با آقای دکتر سنجابی بگیم که آقا خب جمعیت حقوق بشر به درد شما نمیخوره، بذارید برای ما آدمای بیکار. شما ماشاءالله توقعات دارید، دائما با شما ملاقات می‌کنید، هر کدوم تو دایره دولت و حکومت دارید. نشد، در حال نشد و انقلاب میشد. ما یه وقت بگیم که از 29 پایه‌گذار جمعیت حقوق بشر 16 تاش توی هیئت دولت هستن، از نخست وزیر بگیرید تا اکثر رئیس و باز علی موند حوزش. خب ما تنها چیزی که از اون خواستیم بود که بگیم پس شما استعفا بدید و استعفا هم دادن به طور شرافتمندانه. بعد گفت بنابراین یه هیئت مدیره جدید شد و مسئولیت بیشتر به جریان آمد. به خاطر همین من هیچ تغییری نداشتم. نیست که من اصفادرگان بودن گفتش نفر 17ام این کابینه من باشم، واقعا با همه احترامی که برام قائل بودم یک آن تغییر نداشتم. ولی که من فکر می‌کردم که من یه بچه 2 ساله دارم، بدون اغراق میگم، یعنی احساس من نسبت به این جامعه نیست که من یه بچه 2 ساله دارم، من اصلا کاری دیگه ای ندارم. حالا من این و تنها کاریست که با طبیعت من سازگار و با اون عهدی که در سن 12-13 سالگی با خودم کردم همین کار من دفاعه. خیلی هم با نهایت تو رابطه ما مثل رابطه پدر و فرزندی بود. من در حال همسن پسرش بودم. زحمت تو جهد بودم. گفتم شما وزیر راحت گیر میارید ولی مدافع حقوق بشر راحت گیر. تو واقعا درست کنید. به خاطر همون بودای اول همون عبادی گفت من دیگه فکر نمی‌کنم. من تردید نکردم که باید اون کسانی که بردن ببخشید مردم اینجوری سر نمی‌بردن. یا آخوند 5 دقیقه 10 دقیقه از اینا بازجویی می‌کنه بعد اینا رو اعدام کنه. بعد رهبر انقلاب مرجع تقلید هرچند روش می‌خواد بذارید بیاد بگه اینا مجرم بودن، اینا محاکمه نمی‌خواستن. ما فقط باید اسم اینا رو می‌پرسیم. خب گفت آقای خمینی مگه نگفت؟ و از اون طرف هم تمام اپوزیسیون، تمام گروه‌های انقلابی این گفتن کم می‌کشید، بیشتر بکشید. ما دیگه هم چی شرایطی بودیم؟ جامعه دیوانه شده بود. چی باید اینجا فریاد می‌کشید؟ من یادم نمیره یه روزی چند وکیل دادگستری بودن، هیئت امنا از جامعه بهایی اومدن دفتر من، یک آدمای محترم مثل ویروس بود، گفتن آقا مثلا قبرستون‌های ما رو خراب کردن. همون ماهای اول، همون فروردین اردیبهشت 58. من یادم نمیاد که کریمی‌ها و مسیحی‌ها ارامنه اومدن دفتر من بعد از انتخابات مجلس خبرگان، گفتن آقا تو بیا بشو کاندیدای ما. من گفتم نه به 2 دلیل. اولی که تو همین مجلس شما باید با یعنی غیر اقلیت‌های غیر مذهبی باید تو این مجلس باشن. خودتون اون اشتباه انقلاب مشروطیت که آقای سید عبدالله بهبهانی وکیل شما بود دیگه اون اشتباه رو نکنید. دوم هم که چی نشده ما همینجوری الان داریم فحش می‌خوریم دیگه، وای به حالی که وکیل ارمنی و یهودی هم بشه دیگه هیچی. میگن آقازاده وکیل ارمنی هم شد. خب یه همچین شرایط هم که اوضاع و احوال بود.
اصلا جایی برای انتخاب نبود. هی ما کرامت انسان، کرامت من ایجاب میکرد که من راه ادامه بدم. وظیفه هم نبود، انتخاب نبود، کسی من مجبور نکرده بود. من دنبال آمبیسیونی نبودم. من غیرتی اصلا نمیتونستم باشم و مدافع حقوق بشر غیر از اینه. و فکر نکنید من تافته جدا بافتم. من رئیس یک سازمانی هستم با 178 سازمان ملی. جز این 178 سازمان ملی 2 تا سازمان ایرانی هستش که ما 2 تا مسئولش بودیم در بدم و جای دیگه هم هست. البته تعدادشون خوشبختانه این در 20 سال اخیر خیلی کمتر شده. سوالی نیست که 10 تا 15 تا مدافع حقوق بشر تو دنیا کشته نشن. سوالی نیست که صدها نفر زندان نیفتن. عبدالفتاح سلطانی سیف‌زاده تنها نیستن. باری هدایت هم برای مدافع حقوق بشره. شیوا نظر آهری هم مدافع حقوق بشره. عبدالله مومنی هم مدافع حقوق بشره. اون سندیکالیست هم مدافع حقوق بشره. ببینید شما نگاه کنید توی ترکیب زندانیان ایران رو ببینید این جامعه مدنی چقدر قربانی داده و چقدر پتانسیل قربانی داده و متاسفانه هنوز درش بالا. و این مسیری که من برای خودم انتخاب کردم من به این راهی برده که واقعا با فراغ بال میگم سخت بوده و سخت هست، ولی با قول یه دوست خبرنگاری که توی کنگره با من بود من احساس میکردم میخواد یه خورده حرف التیام و به اصطلاح خسته نباشید به قول ایرونیا من بگه، گفت من به تو حسودی میشه. گفتم چرا؟ گفت تو شب راحت میخوابی. راست میگم. بنابراین این همه محبت، این همه واقعا نمیتونم بگم بالاتر از محبت چیزی که درباره من در این جلسه پیش از این بعد از اون میشه، خب مسلم برای من خیلی پر قدره. ولی روزی که پارسال حمیدی با من صحبت کرد گفتم نکنیم چی کاری، گفتم نگفتم، واقعا انتظار نداشتم و انتظار ندارم، ولی که من اجرامو گرفتم، همون که شبا راحت بخوام. من دوره بچگی سخت داشتم، یعنی سخت داشتم برنامه خیلی سنگینی از سن 5 سالگی، چون پدر من معلم و سالها فقط پدر من معلم و برنامه روز منم همیشه با از سن 5 سالگی با یک غزل از حافظ شروع میشد و پدرم از من میخواست اون غزل حفظ کنم. یه بیت از یکی از اون غزل‌ها براتون میخونم و به عرضم پایان میدم. میگه ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد.